چند سال است که مردم به نام هوش مصنوعی آشناست؟ 5-6 سال شاید باشه کم و 10 بیش. سال بگیم. 10 سال میگم. ما در سیبیا که مارچ 1976 برای امریکا را آن قبلا فرموله این تحقیق شده سندش هست در ویرجینیا امریکاست درست. 1976. 1976 و بالاخره در اکادمی علوم شوروی در 1990 من راجستر ساختم. من خب فیزیکدان نیستم نه. بعد میگم تو چی کردی؟ خب من معادله را راه کردم. تطبیقش رو کردم. گرفتی؟ معادله را ما راه کردم. بله. عکس قضیه بینوم نیوتن و معادلات ان مجهوله را. و از شما تاییدی هم از خود امریکا گرفته. از امریکا دارم. که 40 سال 49 سال 50 سال قبل. بله سند شما دوستان میبینن. در 1990 در اکادمی علوم مسکو میرا روش صحبت کرده. کنفرانس دادیم اکادمی علوم است که زوم کردن اکادمی علوم مصنوعی. اینجا نشسته است. در اون زمان 1990 دوست مصنوعی که از فکرم نمیکرد. اینا ما چاپ نکردیم کتابه. این کتاب خودش جو پیدا کردن که بالاخره چاپ کرد که درباره شما داشته کردن که یادم کار کرد. کل این کتاب بر شما من تحفه میتونم یا طرف من تحفه بر شما. نباشه لطف کردین افغان صاحب باعث افتخار است. بله آینه میام سند آمریکاست که اینجا چاپ شده که تایید کردن هوش مصنوعی.